بعد از ایمان آوردن مهمترین عمل در اسلام نماز است. نماز ستون دین و معراج مؤمنین است که درجات انسان مسلمان را بلند می‌بردارد. خواندن این نماز در آیات و احادیث بیشمار تأکید شده. در شأن بینمازان وعیدهای سخت وارد شده است. حتی خواندن این نماز را حد فاصل و جدا کننده بین کفر و ایمان قرار داده شده است. از جابر بن عبدالله رضی الله عنه روایت است که فرمودند پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم را شنیدم که می فرمود حد فاصل و جدا کننده بین انسان و کفر و شرک نماز است. روایت مسلم. یعنی بین او و رسیدن به کفر و شرک ترک نماز است. این حدیث و بزرگی شأن نماز و خیلی مهم بودن آن برای هر یک فرد مسلمان دلالت می کند. متن عربی حدیث چنین است: عن جابر بن عبدالله رضی الله عنه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول بین الرجل و بین الشرك والكفر ترك الصلاة. رواه مسلم.